بسم الله الرحمن الرحیم. دعای دیدن ماه رمضان، ماه نو و ماه‌های دیگر. در سنن امام دارمی آمده است رسول اکرم علیه السلام وقتی که ماه نو طلوع میکرد این دعا را میخواندند: الله اکبر، اللهم اهله علينا بالامن والایمان والسلامة والاسلام والتوفيق لما يحب ربنا ويرضى ربنا وربك الله. یعنی پروردگارا بگردان طلوع این ماه نو را جفت و برابر با امن، یعنی ایمن ماندن از آفتها و مصیبتها، و بگردان جفت و برابر به استواری در ایمانمان و سلامت ماندن از آفتهای دینی و دنیوی. ربی و ربک الله، یعنی پروردگار من و پروردگار تو. این خطاب میگد به همون ماه نو است تا اینکه الله جل جلاله را پاک وصف کنیم از اینکه مخلوق از او در امورش، در آن چیزی که خلق کرده است، الله جل جلاله را مشارکت کند. الله جل جلاله از این مشارکت پاک است. الله ذوالجلال این ماه را برای ما ماه برکت، ماه مغفرت، ماه رحمت، ماه عفو و غفران قرار داده باشد. و صلی الله تعالی و سلم علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.